گیتی. درود بر شما فرهیختگان، درود بر شما آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی، درود بر شما که به رهایی ایران میاندیشید و با سپاس از پشتیبانان این برنامه. بینندگان گرامی، پیش از گفتار امروز به آگاهی شما میرسانم که خوشبختانه مدیریت تلویزیون پارس با در نظر گرفتن دموکراسی، با احترامی که نسبت به آزادی بیان قائل هستند، برنامه‌های متنوعی رو برای شما بینندگان در نظر گرفتند. از این رو هر گوینده‌ای، هر برنامه گذاری که در این تلویزیون برنامه‌ای رو اجرا میکنه، خودش مسئول سخنان خودش هست، آنگونه که من هستم. ولی دموکراسی این رو ایجاب میکنه که من بیام و آنچه را که باور دارم، فکر میکنم درسته، یا مطالعه کردم یا به این نتیجه رسیدم که این حرف درسته بگم. کسی هم که مخالف عقیده منو داره بیاد در اینجا حرفش رو بزنه و این مردم ایران هستند که تصمیم نهایی رو میگیرن، که تشخیص میدن که چه کسی درست میگه یا چه حرفی درست هست، چه حرفی نادرسته. نمیخوام بگم کسی نادرست میگه، هر کس هر چی رو که میگه باور به درستیش داره که حتما میگه. حالا ممکنه در این بین برخی هم به اون چیزی که میگن باور نداشته باشن، ریاکاری بکنن، آنگونه که آخوندهای حاکم بر ایران به نام جمهوری اسلامی آنچه رو که میگن خودشون بهش باور ندارن و این از اول کار بوده. آنچنان که حافظ میفرماید واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. گویا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و دغل در کار داور میکنند. پس اونها آنچه رو که میگن بهش باور ندارن. میشه اشخاصی هم باشه که حرفهایی رو بزنن که به حرفهای خودشون باور نداشته باشن و این حرفها رو فقط در برابر مردم یا در برابر دوربین تلویزیون ها یا میکروفون رادیو ها بگن. اما من کوشش میکنم در برنامه گوشه های تاریخ شما رو با آنچه که در کشورمون اتفاق افتاده، با اون راستی ها، با آنچه که صورت گرفته آشنا کنم. ممکنه که گاهی ناچار بشم از چند هزار سال پیش ایران صحبت کنم، گاهی با توجه به حوادثی که در اون روز اتفاق افتاده بیام و مسائلی رو که چند دهه قبل اتفاق افتاده پیش بکشم. ولی تنها قصدی، تنها هدفی که در این کار دارم نه تبلیغ برای کسی است، نه تبلیغ برای سیستمی است، راستگویی، رکگویی و آشنا کردن شما با گوشه های پنهان تاریخ. آنچنان که در بین شما برخی فرهیختگان هستند که دانش بیشتری دارند، آگاهی بیشتری دارند و من از یاری های اونها هم استفاده خواهم کرد. امروز اتفاقاً پس از پایان برنامه، چون وقتم کمه نمیتونم تلفن جواب بدم، حتما پس از پایان برنامه در تلویزیون میشینم و به تلفن‌های شما پاسخ خواهم گفت. فقط خواستم به شما بگم هرچه در اینجا در این برنامه گفته میشه مسئولش من هستم، نه تلویزیون پارس. سخنان من رو به حساب تلویزیون پارس نذارید. تلویزیون پارس این آزادی رو برای شما ایرانیان قائل شده که من بیام اینجا از آن چیزی که باور دارم دفاع کنم. شما هم میتونید از هر عقیده‌ای که دارید بیایید دفاع کنید و در نهایت همان گونه که گفتم مردم ایران تصمیم بگیرن که کدام درسته کدام نادرسته. در برنامه‌های من آنچنان که قبلا در تلویزیون‌های دیگر هم گفتم، به علت اینکه لرستانی هستم، جناب سرهنگ وزیرم همشهری منه، ما هر دومون لریم و شما دیدید که میگن یکی لری صحبت میکنه، منظور اینه که یعنی رک صحبت میکنه، چون لر حرفش رو رک میزنه و ساده.
برای همین منظور من اولا کتاب برای شما نمیخونم، کتابی صحبت نمیکنم، مگر در جایی ناچار باشم که گوشه ای از یک کتاب رو، اون هم مستند، نه کتاب هایی که تحریف شده، نه کتاب هایی که دستکاری شدن، اون چیزی که سند هست در یک روزنامه‌ای نوشته شده در اون زمان و این واقعا چنین اتفاقی افتاده، نه اینکه دروغ باشه. اونها رو گاهی مجبورم برای شما بخونم، اون موقع روخونی میکنن، ولی در غیر اون صورت این کار رو انجام نمیدن. اگر به خاطر داشته باشید پیشتر از این بارها به شما بینندگان گرامی به ویژه در درون ایران گفتم، اگر کتاب‌هایی رو دارید که پیش از انقلاب اسلامی چاپ شده این کتاب‌ها رو نگه دارید، چون شوربختانه این کتاب‌ها رو دشمنان ایران باید نامش رو گذاشت، گرفتن و نابود کردند، برخی رو دستکاری کردند، برخی رو به طور کلی از بین بردند. کتابخانه سلطنتی کوپنهاگ کتاب‌های بسیار زیادی رو داشت که من برخی از اونها رو قرض کردم، خوندم، دوباره پس دادم. بعد از مدتی میخواستم یادداشت‌هایی ازشون بردارم، مراجعه کردم، گفتن نیست. با مدیر کتابخونه صحبت کردم، گفت بله یه عده میان کتابا رو میگیرن، بعدم پس نمیدن، فوقش میان میگن ما حاضریم بهاشو بدیم، جریمه‌اش رو بدیم، کتاب گم شده. یعنی این گونه این کتاب‌ها رو از کتاب فروشی‌ها جمع کردن، از کتابخانه‌های حتی کشورهای خارجی هم جمع کردن که شما ایرانی، شما بیننده جوان من در درون ایران و چه در خارج از ایران، به راستی‌ها، به واقعیت‌ها دست پیدا نکنید. من کوشش میکنم که شما رو با آنچه که واقعا اتفاق افتاده آشنا کنم. اصلا طلا نیازی به تبلیغ نداره. من نیازی نیست که از رژیم گذشته بخوام تبلیغ کنم، نیازی نیست که از پادشاهان پهلوی بخوام تبلیغ کنم، نیازی نیست که از کوروش بخوام تبلیغ کنم. من کوروش رو برای شما اگر شرح میدم به خاطر اینه که میان بر ضد کوروش صحبت میکنن. اگر از بابک میام آنچنان که در برنامه گذشته بود برای شما سخنی میگم، به خاطر اینکه بابک رو غیر از اون چیزی که هست به شما معرفی میکنن. خرم دینان رو میان چیز دیگری به شما دربارشون میگن، دروغ به شما میگن، ریاکاری میکنند. اینها معتقدند که ریا کردن اشکالی نداره اگر در راه دینشون باشه. حتی اشاره میکنند که الله گفته من خودم بزرگترین ریاکار کنندگانم و این رو آوردن در برابر فرهنگی نشون گذاشتن که گفته گفتار نیک، اندیشه نیک یا پندار نیک، کردار نیک. فرهنگی که داریوش شاه میگه کشور منو از خوشسالی و دروغ، از اهورمزدا میخواد که نجات بده، به دور بداره. یعنی خوشسالی یعنی گرسنگی، یعنی مردن، یعنی نابودی. دروغ رو همسان با نابودی میدونه. بعد در چنین کشوری میان میگن دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه. من میخوام بگم دروغ اصلا مصلحت آمیز وجود نداره. در دروغ اصلا مصلحتی نیست. هر مصلحتی هست در راستیه. و امروز کوشش میکنم جز راستی چیزی به شما نگم. امروز 25 مرداد ماهه. 25 مرداد ماه در سال 1332 یک کودتا انجام شد و در 28 مرداد ماه 1332 یک ضد کودتا. ولی شوربختانه هم صدا با بیگانگان، دشمنان ایران، مزدوران و خودفروختگان یا ناآگاهان، ممکنه برخیشون واقعا مزدور نباشه، من نمیخوام توهین کنم، شاید از روی ناآگاهی این حرف رو میزنن. همیشه 28 رستاخیز 28 مرداد رو نام کودتا روش گذاشتن. خب برای اینکه واقعا ببینیم واقعیت ها چی بوده، اول باید ببینیم کودتا یعنی چی. اصلا چرا میگیم کودتا؟ یک زمانی یک دولت قانونی سر کار هست و این دولت قانونی یا زور داره یا ارتش رو در اختیار داره یا مردم نمیخوانش، میخواد بره کنار، یه نیروی ارتشی میاد بر علیهش اقدام میکنه و این رو میگن مثلا کودتا کرده.
یا یک زمانی دولتی دیگه غیر قانونی شده از اون لحظه به بعد میخواد بره کنار و نمیره کنار. این هم یک نوع کودتاست. آنچه که در سال 57 اتفاق افتاد یک کودتا بود. یک کودتا هم میشه نامش رو گذاشت. کودتایی که نیروهایی که در درون ارتش بودند و خواستن خیانت کنند، که خودتون میدونید امثال حالا قره‌باغی و دیگران، اومدند یک اعلامیه‌ای به نام ارتش شاهنشاهی ایران به نام اعلامیه بی‌طرفی ارتش دادن. چه فرقی میکنه؟ اون هم یه نوع کودتا بود. هرچند اون دولتی که روی کار بود ظاهرا خودش رو قانونی میدونست، ولی به شما خواهم گفت که اون دولت وظیفش چه بود؟ اون دولت وظیفش روی کار آوردن جمهوری اسلامی بود. در برنامه‌های آینده اگر برنامه‌ای داشته باشن، اگر شما واقعا این برنامه‌ها رو بخواید و با یاری‌های مالیتون این برنامه رو پشتیبانی کنید، به اون شماره حسابی که در پایین صفحه گذاشته شده پول واریز کنید که من بتونم بهای این ساعت‌ها رو پرداخت کنم، همان گونه که به شما گفتم تلویزیون پارس خرج‌هایی داره، هزینه‌هایی داره، باید پول بابت ایرتایم به 3 ماهواره پرداخت کنه. الان که 1 ماهواره دیگر هم داره آزمایشی روش کار میکنه و اینا تمام خرج داره، کارمند داره، چیزای دیگه داره. خب من باید این مخارج رو پرداخت کنم. برای این مخارج اگر شما واقعا فکر میکنید که آنچه که من میگم درسته، اگر مایل هستید که این گوشه های پنهان تاریخ رو، این گوشه هایی رو که در تاریکی نگه داشتن، من میخوام چراغی بیارم و اینها رو روشن کنم برای شما ارائه بدم. اگر دوست دارید و مایلید که اینها رو بشنوید یا ببینید، خب این برنامه رو پشتیبانی کنید. با سپاس البته از شماهایی که بینندگانی که تا حالا یاری کردید و با تلفن‌های خودتون اعلام کردید که حاضرید هزینه این برنامه رو بپردازید. به هر روی، پس آنچه که نام کودتا گرفته رو متوجه شدیم که کودتا یعنی این که یک نیروی ارتشی بیاد و بخواد یک حکومتی رو که قانونی هست این رو از بین ببریم. خب حالا باید ببینیم که کودتا رو کی انجام داد. روز 25 مرداد ماه شادروان سرهنگ نصیری که بعداً تیمسار نصیری شد، فرمان عزل نخست وزیری مصدق السلطنه یا دکتر محمد مصدق رو برد به ایشون تسلیم کرد. اولا کوششی که برخی میکنن در این که پنهان کنن که ایشون شاهزاده قاجار بوده، به نظر من یه توهین به ایشونه. نام ایشون مصدق السلطنه بوده. شما چرا اصرار میکنید که حتما باید ایشون رو دکتر مصدق خطاب کرد؟ چرا نام واقعیش رو نمیخواید بگید؟ همان گونه که قبلا می اومدید مثلا فرض کنید که کوشش میکردید یه اشخاصی رو که یه نامهایی دارن یا یه کارهایی دارن اینها رو اسمشون رو پنهان کنید، یا درباره آیت الله انجام میدید. مثلا فرض کنید میگید آقای خمینی، نه خیر ایشون آیت الله خمینیه، آیت الله خامنه‌ایه. شما باید نام حجت الاسلام و آیت الله رو اینا بذارید چون اینا واقعا هستن. خب ایشون هم نامشون مصدق السلطنه بوده، شاهزاده قاجار بوده و نسبت‌های خیلی نزدیکی با پادشاهان قاجار داشتن که من الان فعلا چون زمان برنامه کمه به اونها نمیرسم. اگر در روزهای آینده ممکنه فردا هم برنامه داشته باشم، هنوز با آقای شجره در این مورد صحبت نکردم، اگر امکانش بود فردا باز هم در این باره صحبت خواهم کرد، چون الان در این روزهای 25 تا 28 مرداد ماه به نظر من ما میبایست درباره این مسئله صحبت کنیم. آنچه که باعث شده بین ما ایرانی‌ها نفاق به وجود آورده، ما برای رهایی کشورمون، برای نجات میهنمون نیاز به همبستگی داریم و این همبستگی باید از روی درستی و اعتقاد باشه، نه اینکه بیایم همدیگر رو گول بزنیم. نباید بت‌های جعلی درست کنیم و بیایم مطابق اونها بگیم که ما بت ما اینه. اصلا بت نباید داشته باشیم. ما یک میهنی داریم به نام ایران و آغاز دو دستگی در بین مردمی که طرفداران پادشاه بودند رو همین آقای مصدق السلطنه و جبهه ملی گذاشته.
که در این برنامه به شما ثابت خواهم کرد و این دو دستگی هنوز هم ادامه داره. اگر من امروز اومدم در این باره صحبت میکنم، میخوام به این دو دستگی پایان بدم، نه اینکه بگم شما هم بیاید طرفداران پادشاه بشید. به مخالفان مصدق بخوام چنین چیزی رو بگم. فقط میخوام بگم اگر واقعا دنبال درستی ها هستید، دنبال واقعیت ها هستید، واقعیت ها رو ببینید. من برای شما مصدق رو معرفی خواهم کرد امروز. شما بدونید که این آقای مصدق السلطنه که شما برای اینکه نگید که این از خاندان قاجاره و با توجه به جنایات و جرائمی رو که میدونید سلطنت سلسله قاجار در ایران انجام داده، سعی میکنید که این سلطنت رو مخفی کنید و نام دکتر روش گذاشتید. از همینجا دروغگویی های شما شروع میشه. شما نمیگید که ایشون شاهزاده قاجاره، نامش مصدق السلطنه است، نمیگید که قاجاریه 2/3 کشور ایران رو برباد داده، نمیگید که قبل از 28 مرداد یا 25 مرداد یا سال 32 ایشون چه سمت‌هایی رو داشته، نمیگید که چه کارهایی رو در درون ایران انجام داده. مردم باید اینها رو بدونن. مردم باید بدونن که ایشون در اون زمانی که استاندار فارس بود و جنوب ایران در اختیار نیروهای انگلیسی بود، هیچ اقدامی برای رهایی ایران نمی کرد. باید بدونن که ایشون دستوراتشو از کجا می گرفت. مردم ایران باید بدونن که ایشون عضو فراماسونری بوده. خب این که سندش هست، مهر ایشون، دستخط ایشون هست. من از اتاق فرمان خواهش میکنم چنانچه این صفحه رو، این عکس رو آماده کردند برای شما نشان بدن، من همون رو براتون میخونم. این متن قسمنامه فراماسونری دکتر محمد مصدق هست. این رو شما میتونید در کتاب اسماعیل رائین صفحه 640 برید بخونید. آنچه که در سمت چپ میبینید دستخط ایشون و پایین مهرشه، من در سمت راستم خود این رو برای شما نوشتم. به تاریخ 20 جمادی الاول 1325 این بنده درگاه محمد ابن هدایت الله ساکن تهران از صمیم قلب به مضمون شرح زیر عرض می کنم که ای پروردگار عالم، اقرار دارم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده و در ادای این حقوق و این موهبت عظمی هر قصوری که کرده باشم الان در حضور تو و به حق تو و قدرتت قسم میخورم که شأن و حقوق این دسته شریفه را در هر مقام مادام الحیات با تمام قوای خود محفوظ و محترم نگاه دارم و هرگاه از تعهد خود نکول نمایم از فیض رحمت و پناه آخرت حضرتت بی نصیب بمانم. تاریخ فوق مصدق السلطنه، ضمانت آدم فوق بر عهده آدمیت این جانب از فرائض ذنبه عالم آدمیت است. به تاریخ فوق یا ابوالفضل که گویا یا ابوالفضل نام مستعار شاهزاده است، عضدالسلطان فرزند مظفرالدین شاه بوده. خب این سند که دستخط خود ایشون هست، مهر خود ایشون هست، شما چجوری میخواید این رو انکار کنید؟ پس این آقا از اون تاریخ عضو فراماسونر بوده و به همین خاطر هست که در زمان قاجاریه به ایشون سمت استانداری دادن و سمت‌های دیگری رو در بعد دادن. من پیش از این که برم روی اصل کودتا خواستم گوشه ایشون رو به شما یه ذره معرفی کنم و چند دقیقه اول این شخص رو معرفی کنم، بعد برای شما خواهم گفت که کودتا رو کی انجام داده. در اون زمان جنوب ایران در دست انگلیسی‌ها بود. نیروی دریاییشون در بوشهر بود. پلیس جنوب رو راه انداخته بودن. این سالهایی ازش نگذشته. این زمان کوروش نیست، این زمان بابک نیست که بگید خیلی سالهای درازی ازش گذشته. این عصر حاضره. اینا فیلم شده، بخشایش رو مردم، کسانی که تا سالهای پیش زنده بودن گفتن اینها رو. برخی که وقایع 28 مرداد رو دیدن یا مرداد ماه 25 تا 28 مرداد ماه سال 32 رو دیدن هنوز زنده هستن. کسانی که در اون ماجرا دخالت داشتن هنوز زنده هستن. در همین جا درودی میفرستم به روان تیمسار ارتشبد اویسی، این افسر میهن پرستی که در 25 مرداد ماه
فرمانده هنگ پادگان کازرون بود. زمانی که شنید نخست وزیر معزول یعنی مصدق السلطنه از فرمان شاهنشاه، فرمانی که مطابق قانون اساسی، مطابق اصل 46 قانون اساسی صادر شده بود که عزل النصب وزرا به عهده شاهنشاه است، با توجه به تعطیل بودن مجلس شورای ملی و سنا که مصدق تعطیل کرده بود، زمانی که این خبر رو شنید شجاعانه همراه با هنگش به سوی تهران راه افتاد. اومد تا این نخست وزیر خاطی کودتاچی رو سر جاش بنشونه. شوربختانه خب وسایل موتوری منظم و خوبی در اختیار نداشت. آنچه که داشت وسایل نقلیه یا ماشین هایی بود که از جنگ جهانی دوم مونده بود. به همین خاطر زمانی به تهران رسید که شاهنشاه به ایران برگشته بودند و درودی میفرستن به تیمسار نراقی که همکنون زنده است، افسری که همراه سرهنگ نصیری آن زمان بود زمانی که حکم رو بردن تحویل دادن. هنوز رسید، فتوکپی رسیدی که مصدق السلطنه امضا کرده که حکم رو دریافت کرده در ساعت 1:30 شب هست. پس آگاهانه کودتا کرده. خب برگردم به مصدق. من گاهی ناچار میشم یک حاشیه هایی رو برم، یک پرانتزی در داخل حرفام یا سخنانم باز کنم، چون وقتی به یاد میارم که همین تیمسار ارتشبد اویسی شجاع رو که کوشش میکرد میهن رو از دست آخوندها نجات بده چگونه نوجوان مردانه در پاریس ترور کردند، واقعا دلم میسوزه، دلم به درد میاد. درود میفرستم به روان تمام نیروهای ارتش شاهنشاهی ایران که جانشون رو در راه ایران از دست دادن. درود میفرستم به روان تمام جان باختگان ارتش شاهنشاهی ایران، چه اونهایی که در جنگ کشته شدن و چه اونهایی که ناجوان مردانه اعدام یا ترور شدن. خب پس اگر ایشون عضو فراماسونر یا فراموشخانه نبود، دولت انگلستان ایشون رو، این مرد ملی رو که شما میگید، به عنوان استاندار فارس انتخاب نمی کرد. حالا همین شخصی که استانداره داره میبینه که جنوب کشور رو انگلستان گرفته، شمال کشور رو شوروی یا روسیه اون موقع گرفته، ولی هیچ اقدامی نمیکنه. زمانی که یک ابرمرد، یک سرباز دلیر ایرانی، رضا شاه بزرگ یا سردار سپه اون زمان میاد و کشور رو میخواد نجات بده از چنگال انگلیس ها، از چنگال روس ها، از چنگال بیگانگان، تلگرافی هم میفرسته برای مصدق السلطنه که ایشون نمیپذیره، یعنی حاضر نیست استاندار یک ایرانی باشه، چون خودش رو استاندار انگلستان میدونه، استاندار منتسب از سوی انگلستان میدونه. دلایل دیگه هم براتون دارم، استانداریش رو در آذربایجان هم به اطلاعاتون خواهم رسوند. گفتم اگر موافقت آقای شجره رو بگیرم فردا، ایشون رو بیشتر به شما معرفی خواهم کرد، نه اینکه بر علیه ایشون چیزی بگم. معرفی اینها در تاریخ هست. گفتم کسانی که خود شاهد این ماجرا بودن زنده هستند. بسیاری از اشخاصی که الان سنهای 60-70 ساله دارن، 80 ساله دارن، دیدن این زمان رو. این زمان دوری نیست، فیلم هاش هست، اسناد و مدارکش هست. زمانی هم که استاندار آذربایجان بود آقای مصدق السلطنه، ای که رضا شاه رو قبول نداشت و میگفت حاضر به همکاری با رضا شاه نیستم، ولی بعداً اومد همکاری کرد. اگر ایشون فکر میکرد که رضا شاه آدم درستی نیست، و برای اونهایی که میگن رضا شاه رو انگلیسی آوردن روی کار، اگر رضا شاه رو انگلستان آورده بود روی کار، اولین کسی که ازش اطاعت میکرد همین مصدق السلطنه بود که خودتون دیدید سندش رو به دستخط خودش و مهر خودش که عضو فراماسونری است. اگر رضا شاه رو انگلیسی ها روی کار آورده بودن، خب عوامل انگلیسی ازش اطاعت میکردن، پس چرا باش مخالفت میکردن؟
زمانی که اسماعیل آقا سیمتقو در آذربایجان شروع کرده بود به فتنه‌گری، بینندگان گرامی، چون هفته گذشته درباره بابک بود برنامه، باید به شما بگم که مهمترین بخش میهن ما همون آذربایجانه، به واقع سر ایرانه. آذربایجان موقعیت استراتژیک بسیار بسیار مهمی داره. اگر خاطرتون باشه در زمان دولت‌های کمونیستی یا بلوک شرق میگفتن که اگر یک زمانی لهستان فرو بریزه، کمونیست در این کشورهای کمونیستی فرو ریخته. دروازه کمونیست رو لهستان میدونستن و زمانی که حزب همبستگی به رهبری لخ والنسا تونست لهستان رو به استقلال برسونه، دیدید که به فاصله کوتاهی کمونیست از بین رفت. هم میهنانم به ویژه در درون ایران، ای آذربایجانی های غیور، ای آذربایجانی که خودت رو ایرانی میدونی و به ایران عشق داری، همون حالت لهستان رو آذربایجان داره. آذربایجان به معنای واقعی سر ایرانه. این رو خلفای عباسی میدونستن که میخواستن آذربایجان رو بگیرن. بابک میدونست که شجاعانه از آذربایجان دفاع میکرد. انگلستان میدونه که سالهاست کوشش میکنه آذربایجان رو از ایران جدا کنه. و وای بر تو ایرانی ناآگاهی که ناآگاهانه تسلیم خواسته های استعمار و بیگانه میشی و آذربایجانی هستی و میگی من ترکم، من ایرانی نیستم. به خودت توهین میکنی. زمانی که اسماعیل آقای سیمتقو یا سیمتکو به دستور انگلستان میخواست آذربایجان رو از ایران جدا کنه، سردار سپه آن زمان و رضا شاه بزرگ بعدی، این ایران پرستی که ایران رو نجات داد، تیمسار شیبانی رو میفرسته به آذربایجان، به تبریز. مصدق السلطنه استاندار متین دفتری رو که داماد و نوه برادر خودش هست میذاره در تهران به عنوان نماینده خودش و درخواست میکنه که سردار سپه آنچه را که میخواد بفرسته به صورت رمز بده به ایشون به صورت رمز بده به مصدق السلطنه و بعد مصدق السلطنه در اختیار تیمسار شیبانی بذاره. اینا میبینن هر برنامه‌ای که میریزن با اون درایت، با اون کاردانی و با اون آگاهی که رضا شاه بزرگ یا سردار سپه آن زمان از کارهای ارتشی داشته، میبینن موفق نمیشن. هر حمله‌ای میخوان بکنن دشمن انگار قبلا ازش آگاهی داشته. خب سردار سپه کسی نبوده که به راحتی گول بخوره. دیدید بارها ازش که چه کارهایی کرده، کارهایی که واقعا فقط از یک نابغه برمیاد. و افسوس بر اون کسی که توهین به چنین ابرمردی میکنه و میگه این سواد نداره. سواد داشتن این نیست که فقط یه سری کتاب خونده باشید. شما یک کتاب خونه رو نمیتونید بگید با سواد. یک الاغ رو اگه بارش کتاب کردید نمیشه بگید این دانشمنده. دانشمند کسیه که دانشگاه میسازه. دانشمند کسیه که زمینه رو درست میکنه که شما بتونید برید در اونجا دانش یاد بگیرید. دانشمند کسیه که به فراگیری و به پیشرفت علم و دانش کمک میکنه. و اون رضا شاه بزرگ بود که این کار رو کرد. رضا شاه بزرگ بود که شما رو از چنگال مکتب خونه در آورد، وارد دانشگاه ها کرد که بعداً برید تیتر بگیرید بیاید باش مخالفت کنید. عناوین دکتر و مهندس بگیرید و بیاید شروع کنید به مخالفت کردن با کسی که شما رو به این روز رسوند، باعث شد که شما برید تحصیل کنید، بیاید بیرون رو ببینید. ای ملت حق ناشناس. رضا شاه بزرگ متوجه شد که در این وسط یکی نقشه ها رو داره لو میده. اومد یک رمزی رو مستقیما فرستاد برای تیمسار شیبانی. دید این دفعه خوب از کار در اومد. به خاطر همین مسئله تیمسار جهانبانی رو فرستاد در اونجا به عنوان فرمانده به آذربایجان و دیگه رمزها رو مستقیم باش قرار گذاشت که مستقیم برای خودت میفرستم. مصدق السلطنه هم وقتی دید که رمزی از طریق متین دفتری به دستش نمیرسه و دیگه نمیتونه کاری بکنه، به دستور اربابش
خودش رو به مریضی زد. ترفندی که همیشه میزد و همین ترفند رو چقدر عجیبه که دیدیم بعداً جمهوری اسلامی هم به کار برد. خمینی هم هر وقت میخواست یه کاری بکنه خودش به مریضی میزد. منتها این خودش میزد به بیماری قلبی، اون میگفت من قش دارم. اون قش و ضعف میرفت و این کار رو در مجلس میکرد. همزمان یکی از فامیلاش به نام دکتر حسین معاون در اونجا ایستاده بود، چون اگه دکتر دیگه میومد میفهمید که این الکی خودش به قش زده و با احساسات شما مردم بازی میکردن. همین چند سال پیش دیدید که خمینی گجستک به عنوان اینکه بیماری قلبی داره با چه تاکتیکی از قم، کسی که گفته بود که من میخوام برم بشینم در یک گوشه عبادت کنم، من میخوام برم در حوزه علمیه فیضیه قم، اومد تهران و چجوری قدرت رو شروع کرد اداره کردن مستقیم، قدرت رو مستقیم در دست گرفت به عنوان بیماری قلبی و مردم ناآگاه رو به خیابونها کشیدن دعا کنید امام بیماره. و همونهایی که در اطراف شاهنشاه بودن چون میدونستن که با احساسات شما مردم چجوری میشه بازی کرد، اگر واقعا شاهنشاه آریامهر بیمار بود نمیذاشتن شما خبر پیدا کنید، چون میدونن که ایرانی یه حس دلسوزی و ترحمی داره. برای چی میان در عاشورا و تاسوعا یا در ایام عزاداری از مظلومیت و از کشته شدن زن و بچه و بزرگ و کوچک برای شما صحبت میکنن، اشک شما رو در میارن، دلهای شما رو به رحم میارن، برای که شما رو شناختن. هم میدونن که ایرانی مرده پرسته، هم میدونن ایرانی مریض پرسته، دلش برای مریض میسوزه. به خاطر همین این آقا یا قش میکرد یا مریض میشد از زیر پتو فرمانها رو میداد. یه عده هم میگفتن بابا مریض احوال گناه داره ولش کنید، اذیتش نکنید. مریضی که سالهای سال به این کارها ادامه داد. گفتم به شما این حرفا رو من برای این میزنم که شما اگر گول خوردید، اگر به شما دروغ گفتن واقعیت ها رو ببینید، دست از این دو دستگی ها بردارید. کسی که بنیان این دو دستگی رو گذاشت مصدق السلطنه بود. تا اون زمان کسی توهین به شاه نکرده بود. حتی ناصرالدین شاه نخست وزیر خودش رو کشت ولی کسی توهین بهش نکرد، کسی مجسمه‌اش رو پایین نیاورد. امروز به شما اسنادی رو نشان خواهم داد که به فرمان مصدق اولین بار مجسمه رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر رو پایین کشیدن. عکساش هم به شما نشان خواهم داد. و این وضعیت و این دو دستگی رو بین مردم همین جبهه ملی به وجود آورد. پایه آمدن خمینی رو الان به دروغ میگن که کارهای شاهنشاه آریامهر باعث شد که این اتفاق بیفته و این واقعیت نداره. این اتفاقا مصدق السلطنه و جبهه ملی بود که این کار رو باعث شد که آخوندا بیان روی کار و دیدید که پیروان اون و کسانی که میگفتن راه اون رو داریم ادامه میدیم باعث شدن که این حکومت اسلامی روی کار اومد. بختیار که بود؟ مگه بختیار نمیگفت که من پیرو مصدقم و بعد گفت آنچه را که مصدق نتونست انجام بده من انجام دادم؟ راست میگفت. شاپور بختیار دقیقاً کاری رو کرد که مصدق میخواست بکنه. مصدق هم میخواست جمهوری به وجود بیاره، شاپور بختیار به وجود آورد. منتها بختیار فکر میکرد که خودش رو به عنوان رئیس جمهور میذارن یا اینکه میخواست سلسله بختیاری رو بیاره روی کار. همون جوری که مصدق السلطنه میخواست یا جمهوری بشه یا خودش شاه بشه، برگرده قدرت دست سلسله قاجاریه، چون خودش رو شاهزاده میدونست. مصدق السلطنه هرچند که کارها و دستورات انگلستان رو انجام میداد ولی انگلستان دل خوشی از شاهنشاهان پهلوی نداشت، چون اینها سازنده بودن، اینها ضد بیگانه بودن، اینها ملی بودن، ایرانی بودند. ولی قاجاریه که ایرانی نبود. به هر رو سردار سپه تیمسار جهانبانی رو فرستاد، گفت خودم مستقیما فرمان میفرستم و به فرمان هیچ کس گوش نکن. مصدق السلطنه هم به عنوان اینکه مریض شده 3-4 روز بعد استعفا داد و همون تیمسار جهانبانی قلعه چهریق و تمام پایگاه‌های اسماعیل آقا رو گرفت و اون اسماعیل آقا هم فراری شد. اربابانش برداشتن بردنش که وقت گیر نیفته و اسرار رو لو بده که از کجا دستور میگرفته. شما فکر نکنید که
اگر رضا شاه بزرگ با اون درایت و کاردانی که داشت دستور داد مصدق السلطنه رو دستگیر کنن، فقط به خاطر مسائل خصوصی بوده یا به خاطر دشمنی بوده که مصدق السلطنه با رضا شاه بزرگ داشته؟ رضا شاه بزرگ اصلا دشمنی شخصی رو بهش اهمیت نمیداد، دشمن ایران رو نمیپذیرفت. رضا شاه بزرگ زمانی که متوجه همکاری مصدق السلطنه با نیروهای خارجی و انگلیسی شد در جریان جنگ جهانی دوم، دستور دستگیری عوامل اون فتنه رو که از جمله مصدق السلطنه هم جزش بود داد. و بعد شوکت الملک علم اومد واسطه شد. من چون وقت زمان کمی رو دارم هر کدوم رو کوتاه اشاره میکنم. اگر به توافق رسیدیم، فردا برنامه داشتم، فردا مفصلتر در این باره با شما صحبت خواهم کرد. و ایشون رو به شوکت الملک علم اومد واسطه شد، ایشون رو به بیرجند بردن، در بیرجند ایشون بود. و شما شاید بهتون نگفته باشند که ماشین و راننده ای رو انگلستان در اختیار ایشون گذاشته بود که رانندش هم هندی بود. به اونا میپردازم. امروز میخوام فقط درباره 25 مرداد صحبت کنم. این فقط یه اشاره از گذشته مصدق بود. در برنامه آینده مصدق السلطنه رو بیشتر به شما معرفی میکنم. گفتم که در بامداد 25 مرداد ماه سرهنگ نصیری یا تیمسار نصیری بعدی شادروان فرمان همایونی رو برای مصدق السلطنه برد. مصدق السلطنه رسید فرمان رو داد، ولی به سرهنگ نصیری گفت که شما اینجا بمونید. سرهنگ نصیری هم به خاطر اینکه ایشون نخست وزیر پیشین بود گفت شاید حالا کاری با من داره، شاید میخواد دستوری بده، ایستاد در اونجا. و بعد ایشون پس از اینکه تماس تلفنی با تیمسار ریاحی گرفت و اوضاع رو روبرا کرد و فرمان کودتا رو صادر کرد بر علیه نخست وزیر قانونی که اون موقع تیمسار زاهدی بود، بر علیه تیمسار زاهدی فرمان رو صادر کرد، دستور دستگیری آورنده فرمان رو داد. اولا یه توضیح برای شما بدم بینندگان گرامی. قانون اساسی ایران، قانون اساسی مشروطه ایران میگه که عزل و نصب وزرا به فرمان پادشاه است. منتها مجلس شورای ملی پیشنهاد میده یک کسی رو، بعد میره به تایید شاه میرسه. عین همین رو در کشور دانمارک، من 22 سال در دانمارک دارم زندگی میکنم، کشوری که واقعا از نظر دموکراسی نمونه هستن. هر جایی که میخوان بهترین دموکراسی رو مثال بزنن کشورهای 3 کشور اسکاندیناوی است: کشور پادشاهی نروژ، کشور پادشاهی دانمارک و کشور پادشاهی سوئد. و در این 3 کشور هم همین گونه است. پارلمان وقتی که تصمیم میگیره یک نخست وزیر رو عزل کنه یا یک نخست وزیر رو نصب کنن، پیشنهاد میدن به پادشاه یا به ملکه و اون پادشاه یا ملکه هست که ایشون رو تایید، عزل یا نصب میکنه. در ایران هم همینطور بود. منتها مجلس 17 رو که اتفاقا مصدق السلطنه خودش میگفت بهترین مجلسه، میگفت از دوره 4 به بعد ما مجلسی رو نداشتیم که به این خوبی نمایندگانش انتخاب شده باشن و در کمال آزادی و بهترین نمایندگان رو داشته باشه. منتها انقدر کارهای دیکتاتوری این مرد ملی که شما ملی مینامید انجام داد که خود اون پارلمان باش مخالفت میکرد. از پارلمان میخواست که تمام اختیارات سلطنت رو ازش بگیره. از پارلمان میخواست که نخست وزیر اختیار تام داشته باشه، پادشاه در اون کشور هیچ کاره باشه. 6 ماه به عنوان آزمایشی این اختیارات رو دادن، بعد دوباره باز تقاضا کرد. در اون 6 ماه دیدن که کشور دچار چه هرج و مرجی کرد. پس از دیدن این ماجرا مجلس حاضر نشد که دوباره اختیارات بهش بده. ایشون چون پیش بینی کرده بود که کودتا رو انجام بده و اصلا به طور کلی سلسله پهلوی رو از میان برداره، اختیارات ارتش رو گرفته بود، همون گونه که بختیار این کارو کرد، شاپور بختیار.
یادمون هست 29 سال 30 سال پیش در سال 57 بختیار فرماندهی ارتش رو گرفت، اختیارات کامل رو گرفت، بعد از شاهنشاه تقاضا کرد که تشریف ببرن بیرون برای معالجه یا استراحت تا ایشون اوضاع رو درست کنه، تا ایشون بگه که آقای خمینی تشریف بیارن، قدمشون رو چشم، تا ایشون سازمان امنیت و اطلاعات کشور رو در مهمترین لحظات تاریخ کشور منحل کنه. یعنی شما در نظر بگیرید که در لحظه ای که یه عده غارتگر دارن وارد این استودیو یا وارد خونه میشن، ما نگهبانای دم در رو مرخص کنیم بگیم برید، پلیس نمیخوایم، پاسبان نمیخوایم، بذارید هر کس میخواد بیاد غارت کنه بیاد بکنه. همین کار رو هم مصدق تصمیم داشت بکنه، اختیارات کامل رو گرفت. وقتی که مجلس حاضر نشد این اختیارات رو تمدید کنه، مجلس رو منحل کرد. ایشون چنین حقی رو نداشت. قانون اساسی میگفت انحلال مجلس به دست شاهنشاه است و شاهنشاه حاضر نشد مجلس رو منحل کنه چون مجلس کار غیرقانونی انجام نداده بود. بعد این مرد برای اینکه ریاکاری میکرد اومد توی خیابون گفت مجلس همین مردمن. شما فکر کنید که الان من برم توی خیابون 100,000 نفر رو هم جمع کنم، مردم این 100,000 نفرن یا مردم کل مردم یک کشورن؟ مردم ایران فقط همونهایی بودن که در بهارستان بودن، عوامل خود جبهه ملی و حزب توده که از قبل میدونستن؟ یعنی اون روستایی که در روستا مشغول کشاورزی اون ایرانی نیست؟ اونی که غذای شما ایرانی رو درست میکنه و همیشه هم بهش توهین میکنید میگید دهاتی. من خودم هم روستاییم، من البته شهر درود میدونید روستا نیست، ولی اگرم دهاتی باشم یا روستایی باشم افتخار میکنم. روستایی کسیه که نان مردم شهر رو میده، ولی وقتی میخوان توهین کنن به یکی بگن نادونه، حالا جدا از اینکه یا بهش میگن ترک یا میگن لره یا میگن رشتیه، اگه اینا رو نتونستن بگن میگن دهاتیه، هیچی نمیفهمه. اگه نمیفهمید نان شما دانشمند رو نمیداد. اون دهاتی اگه کار نکنه، شمایی که ادعای دکترا داری، ادعای تیتر و عنوان دارید، از گرسنگی میمیرید. به اون دهاتی توهین نکنید. به هر روی وقتی که دید شاهنشاه هم زیر بار این مطلب نمیره، پارلمان رو تعطیل کرد، هم مجلس شورای ملی رو هم سنا رو. خب وقتی اینا تعطیل شدن، شاه مستقیما میتونه فرمان عزل یا نصب نخست وزیر رو بده. شاهنشاه آریامر در 25 مرداد ماه همین کار رو مطابق اصل 46 قانون کرده، مطابق همون قانونی که مصدق تونسته نخست وزیر بشه، فرمانش رو از دستش گرفته. من عکس مصدق رو دارم که داره دست شاهنشاه آریامر رو میبوسه. بخشی از سخنرانی مصدق رو به شما خواهم گفت که چه چیزی گفته، چه گفته‌ای داشته درباره شاهنشاه و شما خواهید دید که این شخص چگونه حق ناشناسی و نمک نشناسی کرده. آورنده فرمان رو سرهنگ نصیری که اتفاقاً تیمسار نراقی که الان در همین ایالات متحده آمریکا زندگی میکنه و درود میفرستم اینجا از اینجا بهشون، ایشون هم همراهشون بوده، اینا رو زندانی میکنه. آورنده فرمان پادشاه رو زندانی میکنه. این کودتاست. با تیمسار ریاحی تماس میگیره، دستور میده تانک‌ها رو بیارن اطراف خونش، در خیابان‌ها حکومت نظامی اعلام میکنه، جایزه تعیین میکنه برای دستگیری نخست وزیر قانونی یعنی تیمسار زاهدی. این کودتاست. اگر این کودتا نیست، پس کودتا یعنی چی؟ وقتی که یک نخست وزیر قانونی میخواد کارش رو شروع بکنه، نخست وزیر پیشین سرباز میزنه، به ارتش دستور میده نیروهاشونو بیارن تو خیابون، دستور بازداشت نخست وزیر جدید رو میده، اجازه نمیده دولتش رو تعیین کنه، اسم این چیه؟ کودتا. به همین هم اکتفا نمیکنه. مصدق السلطنه اولین کسی است که باعث شد که به پادشاه در کشور ایران توهین بشه. شاید شما جوان ایرانی که در این سالها ناسزاهای زیادی رو نسبت به شاهنشاهان شنیدید، چه شاهنشاهان پهلوی از کوروش گرفته تا الان، برای اینکه این در حکومت اسلامی به تمام پادشاهان ایران، به ویژه اونایی که پیش از اسلام بودن و بعد از اسلام هم به شاهنشاه آریامر و رضاشاه بزرگ ناسزا و توهین میکنن. ناسزا میگن و توهین میکنن. شما شاید ندونید
که شاه در ایران باستان مقدس بوده. در بخش هایی که دست نخورده هستند تا همین سالهای پیش در همون لرستان مردم سوگندشون به شاه بود، به سر شاه، به جان شاه، راستترین سوگندشون به جای ابوالفضل و قرآن و اینا. من نمیگم حالا به اونا قسم نخورید، هر کس به هر چی باور داره باید قسم بخوره، ولی ایرانی که در مناطق در بالای کوه یا جاهای دور افتاده بود اگر هم میخواست کسی را ستایش کنه شاه را ستایش میکرد. و اینها به علت اینکه انگلیسی ها و آخوندها متوجه شدند که مردم این منطقه حاضر نیستند که یک مشت بیگانه را بپرستند، میدونید چه واژه‌ای را به کار بردن؟ اومدن یه سری امامزاده ها رو نام شاه گذاشتن روشون که مردم نرن خرابشون کنن. در همون لرستان، در لرستانی که مردم توی خونه هاشون شاهنامه میخونن در زمستون، کتابی را که به زبان دیگری نوشته شده و نمیفهمن نمیخونن. در لرستانی که سوگند میخوردن به سر شاه، برای اینکه نرن این امامزاده هایی رو که اینا درست کردن خراب کنن، اومدن اسمشو گذاشتن شاهزاده احمد، شاهزاده علی، شاهزاده حسن، شاهزاده حسین، که اونا خودشون میگن شاه محمد، شاه احمد، شاهزاده احمد فلان، یا نام شاه گذاشتن یا شاهزاده. در شیراز چرا نام شاه چراغ گذاشتن؟ این پیشوند شاه یا شاهزاده رو آوردن به خاطر اینکه ایرانی‌ها اینا رو خراب نکنن، چون شاه مقدس بود و این تقدس رو مصدق السلطنه شکست. گفتم به شما ناصرالدین شاه نخست وزیری مثل امیرکبیر رو، صدر اعظمی مثل امیرکبیر رو کشت، کسی توهین به ناصرالدین شاه نکرد. تو خیابون نیومدن مرگ بر شاه بگن. ولی من به شما از اتاق فرمان خواهش میکنم نشان بدن مجسمه های شاهنشاه آریامر و رضا شاه بزرگ رو که به دستور مصدق السلطنه دستور میده مجسمه های شاه رو پایین بکشن و همین کار رو دیدید در سال 57 کردن به دستور جبهه ملی که دنبال روی مصدق بود. خواهش میکنم این تصویرها رو نشون بدید تا مردم بدونن چی به سرشون اومده در سال 32، جوان ایرانی بدونه به چه روزی افتاده و کی باعث این به وجود اومدن جمهوری اسلامی بوده، شاه یا جبهه ملی و مصدق السلطنه. بود نام تو در لوح ضمیرم جاودان ایران، بود عشق تو اندر خون و مغز استخوان ایران. تو معبود منی ای در زمین عشق و امیدم، تو هستی قبلگاه جمله ایرانیان ایران. تو ای مام وطن ای مهربان ای بهتر از جانم،
هستی مظهر عشق و امید و آرمان ایران. تو تاریخ جهان را با وجود خویش پروردی، تو هستی اولین پیوند تاریخ جهان ایران. تو اندر دامنت پرورده‌ای مردان نامآور، قباد و داریوش و کوروش و نوشیروان ایران. ابو ریحان و رازی، بوعلی، خیام و فردوسی، هزاران نام دیگر در صف نامآوران ایران. از آن روزی که دشمن برد از تو آریا مهرت، نمودند رخنه در جانت بسی دیو و ددان ایران. تو داری در دلت داغ فراوان عزیزانت، تو اندر سینه داری داغ گردان و یلان ایران. تو اندر پیکرت زخم فراوان داری از دشمن، ز اسکندر، ز چنگیز و سپاه تازیان ایران. ولی نام تو را روزی که یزدان در جهان بنهاد، مقدر کرد این نام مقدس جاودان ایران. تو باید مظهر آزادی و عدل جهان باشی، رسانی آرمان خود به گوش آسمان ایران. تو اندر این جهان بار دگر خواهی درخشیدن، به سان روزگار قدرت ساسانیان ایران. رضا شاهی دگر داری ز نسل پهلوی اکنون، تو هستی منتظر کاید ز ره شاه جوان ایران. بیا ای هموطن هنگام رستاخیز ایران است، بیا ای هموطن هنگام رستاخیز ایران است. به پا خیز و بگیر از نو درفش کاویان ایران، به پا خیز و بگیر از نو درفش کاویان ایران. ملت به خواب بنازه با سپاس فراوان از
آقای امیر شهرتی در اتاق فرمان و آقای پیمان اصلانی و با سپاس از آقای مهندس شجره مدیر تلویزیون پارس که موافقت کردند روز شنبه هم من از ساعت 12 برنامه داشته باشم و درباره همین رستاخیز 28 مرداد با شما بینندگان سخن بگم. همان گونه که ملاحظه فرمودید، پایین آوردن مجسمه های رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر رو پایه و بنیانش رو مصدق گذاشت و دیدید که همین کار رو هم در سال 57 کردن. یعنی آنچه که گفته میشه واقعا جبهه ملی دنبال روی مصدق السلطنه بود و شاپور بختیار میگفت کاری رو که مصدق السلطنه انجام نداده من به پایان رسوندم و انجام میدم و راه رو هستم، کاملا درسته. یه صحبتی هم امروز اشاره مختصری هم بکنم درباره این که میگن که چاق و کشان بودن اومدن و روز 28 مرداد چاق و کشان اومدن در خیابان‌ها. هنوز هم کسانی که در سال 32 بودند حدود مثلا 15 یا 20 سال داشتن یا 25 سال داشتن یا حتی 30 سال به بالا هم بودند، زنده هستند. یکی از دوستان عزیز من که همکنون در کوپنهاگ زندگی می کنند، شاید اجازه نداشته باشم نامشون رو بیارم، ولی الان 87 سال دارن، بارها برای من صحبت کردن که به چشم خودشون دیدن داریوش فروهر در میدان بهارستان کارد به دست هر کس که نام شاه رو میورد با چاقو میزد. همین داریوش فروهر. بعد میان انقلاب مردم رو، رستاخیز مردم رو به نام چاقو کشان میذارن که من اینجا یک پاسخی هم برای اونا دارم. اگر یک حکومتی شما معتقدید که مردمی بوده، شما معتقدید که مردم پشتیبان مصدق السلطنه بودن، چطور 100 نفر چاقوکش تونست یک حکومتی رو از میون برداره؟ 70,000 دلار پول تونست یک حکومتی رو که شما میگید پایگاه مردمی داره از میون برداره؟ من برای شما خواهم گفت که چه کسانی در اون روز قیام تو خیابونها ریختند. بعد قضاوت رو بر عهده شما میذارم که ببینید آیا واقعا اینهایی که در خیابانها بودند اراذل و اوباش و چاقوکش بودند، یا همان گونه که الان همین رژیم که دنبال روی همون حکومت مصدق السلطنه است جوانان مبارز رو، کسانی که میخوان شما ایرانی رو آزاد کنن، میگیرن اعدام میکنن به اسم اراذل و اوباش. به دانشجو یا به اصلا ایران پرست کاری ندارم که چه عنوانی داره، چه شغلی داره. ممکنه کارمند دولت باشه، ممکنه کارگر باشه، ممکنه که کاسب باشه، مغازه‌دار باشه، ممکنه که یه بانوی خانه دار باشه، ولی دلش میخواد که میهنش آزاد بشه. میدونه که میهنش در چنگال بیگانه است، میدونه که میهنش اشغال شده. به اینها نام اراذل و اوباش یا سوسول میدن. همین کار رو هم در اون زمان کردن. به ایرانی که دلش میخواست ایران رو نجات بده، به ایرانی که بسیار آگاهتر از ایرانی سال 57 بود. بهتون گفتم یکی از شگفتی های کشور ما همینه که پس از سال 32 25 سال بعد، با وجودی که تعداد دانشجو بیشتر شده، تعداد دانشگاه بیشتر شده، دانش آموخته ها داره به سرعت زیاد میشه، ولی به اندازه مردم اون زمان این آگاهی رو نداشتند. البته علتش هم بهتون خواهم گفت که چرا این کارو کردن. من یه توضیحی برای اون بینندگانی که تلفن کردن و پرسیدن که خب بعد از این چی بکنیم خواهم داد. امکان این که برنامه‌های من روزانه بشه، هر روز بشه، در این تلویزیون هست. من دنبال خونه میگشتم که احتمالاً امروز یه خونه ای رو پیدا کردم و اونو میگیرم. یعنی چون الان در یک شهر دیگه زندگی میکنم، راهم دوره، در پالم اسپرینگ. سپاسی هم دارم از آقای آرمان به خاطر میهمان نوازیشون در این مدت. برنامه به صورت روزانه در بیاد. حتما ضمن گفتن گوشه‌های پنهان تاریخ
سعی میکنم که بگم چه کار باید بکنیم. راههای بسیار خوب و ساده‌ای برای نجات میهنمون داریم. مهمترینشون همین همبستگیه که الان به شما گفتم که این تفرقه را بین ما، این جبهه ملی به وجود آورد. یه عده شدن مصدقی، یه عده شدن شاهی، در حالی که هر دو دم از ایران میزنن. باید ببینیم که باید بررسی کنیم اول، ببینیم آیا واقعاً ملی بودن یعنی چی؟ ایرانی بودن یعنی چه؟ آیا ایران باید با شاه باشه یا بدون شاه باشه؟ و بعد راه حل‌هایی رو که به نظرم میرسه با شما در میان میذارم. دیگه به عهده شما مردمه که اگر تشخیص دادید که این راه ها درسته ازش استفاده کنید. هر جایی هم که هر چی به نظرتون رسید به آگاهی من برسونید. همان گونه که به شما گفتم پس از پایان برنامه من در این استودیو هستم. در پایان برنامه هم خواهش میکنم از اتاق فرمان شماره ها رو برای شما میذارن و شما به اون شماره تلفن ها زنگ بزنید. من در اینجا میشینم و ساعت ها پاسخگوی نقطه نظرهای شما خواهم شد. از دانش شما استفاده میکنم، از شما چیز یاد میگیرم، چون من واقعا همیشه خودم رو دانش آموز میدونم. حتی دانشجو هم این اجازه رو نمیدم بگم من دانشجوام، دانش آموز هستم و شما آموزگاران من به من یاد خواهید داد. خب مصدق السلطنه وقتی فرمان داد که مجسمه های پادشاه رو هم پایین آوردند و توهین به شاه رو از اونجا شروع کردند، اجازه ریختن به خیابان رو به هواداران خودش و توده‌ای ها داد. البته توده‌ای ها پی برده بودند که مصدق دیگه نخست وزیر نیست. اونها هم دلشون میخواست دست به یک کودتایی بر علیه تیمسار زاهدی بزنن و دولت رو خودشون در دست بگیرن و اختیار رو بدن به شوروی و ایران رو جز یکی از کشورها یا اقمار شوروی کنن. چون اینا دیگه ثابت شده که اینها از مسکو دستور میگرفتن، اینها عوامل شوروی بودن. و جالب اینجاست که شما بدونید عوامل انگلستان و عوامل شوروی در کنار هم دیگه بر علیه شاه قانونی ایران و بر علیه شما مردم ایران کار میکردن. همان گونه که در سال 57 دیدید کشورهای جهان دست به دست هم دادن و با کمک مردم ناآگاه به رهبری مزدوران خودشون کشور رو به چه روزی انداختند. این بدبختی که دارید میبینید پایش از سال 32 یا پیش از سال 32 گذاشته شد. از سال 1120 که شاهنشاه آریامهر به پادشاهی رسید تا سال 32 ببینید مطابق قانون اساسی پادشاه اصلا دخالتی در حکومت نداشت. پادشاه دلش میخواست که ایران مثل کشورهای اسکاندیناوی باشه. ایشون در سوئیس تحصیل کرده بود، اروپا رو دیده بود، عاشق مردم ایران بود، عاشق ایران بود و دلش میخواست که ایران دموکراسی داشته باشه که در کشورهای اسکاندیناوی هست. به همین خاطر در امور دخالت نمیکرد. ولی کشور رو دچار هرج و مرج کرده بودند، کشور رو به نابودی کشیدند. اگر مردم اون روز آگاهانه به خیابان‌ها نریخته بودند، در روز 28 مرداد ماه اگر اون رستاخیز ملی انجام نشده بود، کشور همون موقع از بین رفته بود. یا توده‌ای ها گرفته بودن شده بود جز شوروی، یا اینکه جمهوری شده بود که دست انگلیس ها بود که امروز هم هست. انگلیس ها وقتی فهمیدن از اون راه نمیتونن وارد بشن، رفتن روی مذهب و روی آخوندها کار کردن. آخوندها البته عوامل خودشون بودن و از طریق آخوندها، چون نیروی آخوندها رو در اون زمان هم دیده بودن، قبل از اون هم آزمایش کرده بودن در واقع تنباکو و جاهای دیگه، رفتن روی آخوندها سرمایه گذاری کردند و از طریق آخوندها اومدن همون کاری رو که مصدق السلطنه نتونست انجام بده انجام دادن. البته یاران مصدق السلطنه هم بودن. من اینا رو برای این تکرار میکنم که اگه کسی یک بخشی رو گفتم متوجه نشده، گوش نکرده، چون معمولا ما داریم تلویزیون نگاه میکنیم
بعضی حرفا رو گوش میکنیم، یه حرفی رو گوینده میزنه، شروع میکنیم خودمون با همدیگه بحث کردن، بقیه حرفا رو یا حرفای اون رو گوش نمیکنیم، در اون باره شروع میکنیم به صحبت کردن، بعد یه دفعه میایم از یه جای دیگر رو گوش میکنیم. و این من رو ناچار میکنه که چون بارها شاهد بودم، دیدم در جاهایی که تلویزیون نگاه میکردن چه کار کردن، این منو ناچار میکنه گاهی تکرار کنم. و این تکرار به خاطر اینه که اگه در اون موقع شما یه چیزی رو نشنیدید دوباره بشنوید، چون اینا واقعا چیزهایی است که یا گفته نشده یا بسیار مختصر گفتن. و ناآگاهی به اینها، اگر مردم میدونستن که به معنای واقعی در 25 مرداد چه اتفاقی افتاده و در 28 چه اتفاقی، یا در فاصله 3 روز چه اتفاقی، چه رویدادهایی در ایران انجام گرفته، به راحتی زیر بار 22 بهمن 57 نمی رفتن. هدف من از گفتن گوشه های پنهان تاریخ ایران همینه. میخوام شما مردم، شما جوانان، شما آزاد زنان و آزاد مردان ایرانی دوباره گول نخورید، دوباره گرفتار نشید. این بار میهنتون رو که نجات دادید که حتما خواهید داد، بدونید چه کار میکنید. ناآگاهانه به شما نگن که اینا برن هر کس اومد بیاد. آگاهانه انتخاب کنید، بدونید چی میخواید، بدونید چه کسانی به شما خدمت کردن، بدونید اگر من میگم که سلسله پهلوی هنوز تداوم داره چرا میگم، بدونید اگر من میگم جمهوری اسلامی رو قبول ندارم به چه علته، اگر من هنوز رضا شاه دوم رو پادشاه ایران میدونم به چه علته. من در برنامه‌های آینده به شما خواهم گفت تنها ایرانی که شایسته رهبری هست رضا شاه دومه. ایشون رهبر زاییده شده. ای مردم، ای بینندگان گرامی، دنبال چی دارید میگردید؟ شما که میگید رهبر میخوایم، اعلیحضرت رضا شاه دوم از اون زمانی که وجود پیدا کردند برای پادشاهی و رهبری ایران بودن تا امروز، هیچ کس رو در بین شما، در بین این 70 میلیون، اگر واقعا 70 میلیون باشیم، واجد چنین شرایطی نمیبینید. تنها ایرانی که بین 70 میلیون ایرانی هست که برای این کار پرورش شده، برای این کار به دنیا آمده، به دنیا آمده که ایران رو رهبری بکنه. دنبال کی دارید میگردید؟ چرا اینقدر از هم پاشیدگی؟ چرا اینقدر افتراق به قول عرب ها؟ ما بهترین رهبر رو داریم. اگر از وجود ایشون استفاده کرده بودیم سالها پیش کشورمون رو نجات داده بودیم. من میبینم برخی میان از رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر که الان روانشون فقط ناظر بر ایران هست، جسمشون زنده نیست، صحبت میکنن، بعد بر علیه فرزند ایشون حرفهایی رو میزنن ناروا، نادرست، و همین مانعی شده در راه این که ما نتونستیم کشورمون رو نجات بدیم. وقتی ما فرمانده داریم، وقتی ما رهبر داریم، به جای اطاعت از رهبرمون، به جای پشتیبانی از رهبرمون، داریم میگردیم میگیم رهبر کو؟ خب چه انتظار رهایی دارید؟ چه انتظاری برای نجات کشورمون داریم؟ تا کی باید به حرف بیگانگان گوش کردن؟ شما 5 میلیونی که در خارج از کشور هستید، کدام وقت 500,000 نفرتون اومدید بیرون پشتیبانی کردید، گفتید رضا شاه دوم پادشاه ماه، که میپرسید رضا شاه دوم در این سالها چه کار کرده؟ نمیبینید کارهای ایشون رو. شما چه کردید؟ شما که میپرسید شاه برای ما، رضا شاه دوم برای ما چه کرده، شما برای رضا شاه دوم چه کار کردید؟ شما اگر بیاید در خیابان از این 5 میلیون 2 میلیون 1 میلیون 500,000ش اگر در خیابان‌های خارج از کشور که دیگه ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی نیست می اومدید بیرون و می گفتید ایشون پادشاه قانونی ماست، اون وقت می دیدید که بیگانگان به جای حمایت کردن از
آخوندهای حاکم بر ایران از شما مردم پیروی و پشتیبانی میکردن؟ مگه همین آخوندها نمیگن حرمت امامزاده به متولیشه؟ حرمت رضا شاه دوم با شما ایرانیانیه که دلتون میخواد کشورتون نجات پیدا کنه. گفتم به شما تنها کسی که رهبر زاییده شده و برای این کار آموزش دیده تنها ایرانیه. سال 1339 که ایشون به دنیا اومده، کدام ایرانی میدونسته که در آینده قرار رهبر بشه که بیان آموزشش بدن، با علوم سیاسی آشناش کنن؟ کدام ایرانی این وجهه بین المللی رو داره؟ کدام ایرانی رو دنیا انقدر میشناسه؟ خب شما بهترین رو دارید ازش استفاده نمی کنید. بعدم هی فقط راحت میشینیم میگیم که بله کشور نجات پیدا نکرد، رضا شاه دوم کاری نکرده. شما کاری کردید که رضا شاه دوم به شما پاسخ نده؟ شما آمدید گفتید که ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، ما پادشاهی کشورمون پادشاهی مشروطه است، این کشور اشغال شده، پادشاه قانونی ما رضا شاه دومه. تا ایشون هم بتونه دولتی رو در خارج از کشور تشکیل بده، با توجه به اینکه بیگانگان هم بدونن، بگن بله از 5 میلیون ایرانی که در بیرونه دست کم نصفش از این دولت و از این پادشاه حمایت میکنه، ما هم به رسمیت میشناسیم، اونم در مناسب ترین شرایط. نشستید میگید آمریکا بیاد ما رو نجات بده، نشستید میگید بیان به کشور ما حمله کنن، یعنی حاضرید به شما حمله بشه، کشته بشید، کشورتون ویران بشه، ولی از اوامر رهبرتون، از دستورات رهبرتون، اصلا نه دستورات نه، اصلا شما باید رهبرتون رو معرفی کنید، رهبری رو که دارید، رهبر واقعیتون رو. جهانیان میدونن که این رهبره، منتها از این بیخبری شما دارن سوء استفاده میکنن به نفع خودشون. من فکر کنم که یه مقداری از گفتگوی امروز به دور افتادم، گفتم اینا رو در برنامه‌های آینده باید بگم، ولی تا زمانی که شما کمک‌هایی رو که باید به این برنامه بکنید نکنید، من امید ندارم که برنامه من تا کی پخش میشه. برای اینکه به شما گفتم درسته که در این تلویزیون دموکراسی هست، ولی شرکت‌هایی که ماهواره دارند اونها با دموکراسی نمیتونن خرج خودشون رو بدن، اونها پول رو میشناسن، اونها میگن دموکراسی جای خودش، ولی برای پخش این برنامه شما باید پول بدید. کارمندایی که اینجا کار میکنن دموکراسی رو براش ارزش قائلن، ولی خب غذا هم باید بخورن. گفتم به شما این کمک ها فقط برای پرداخت هزینه تلویزیونه. من هیچ گونه حقوقی رو نخواسته و نمیخوام. من برای کشورم کار میکنم، مزدور نیستم، مزدی هم از کسی نمیخوام، دارم وظیفم رو ادا میکنم. و همان گونه که به شما گفتم روز شنبه هم از ساعت 12 به وقت غرب آمریکا در همین کانال، در همین تلویزیون برنامه خواهم داشت و در همین رابطه رستاخیز 28 مرداد ما با شما صحبت میکنم. خب یکی دیگه از دلایل کودتا، برگردیم به مسئله 25م. یکی دیگه از دلایل کودتا، مصدق السلطنه‌ای که میگه من مردمی هستم و همه اختیاراتم اون موقع در دستش بود، با توجه به کودتایی که انجام گرفته بود، کودتایی که خودش انجام داده بر علیه دولت قانونی سپهبد زاهدی، رادیو هم در اختیارش بود. اگر راست میگه این مردمی بود و مردم شاه رو قبول ندارن، چرا تو رادیو اعلام نکرد که مردم شاه منو از نخست وزیری عزل کرده، تیمسار زاهدی رو گذاشته نخست وزیر، من قبول ندارم؟ چرا اینو به آگاهی مردم نرسوند؟ تا جایی که جناب اردشیر زاهدی که درود میفرستم از اینجا به ایشون هم، با این آگاهی هایی که دادند
و در خاطراتشون نوشتند که ایشون از روی فرمان شاهنشاه، فرمان ملوکانه عکس گرفتن و این رو در اختیار خبرنگاران خارجی گذاشتن. این خودش یک دلیل دیگر کودتا. کسی که میگه من ملیم، پایگاه مردمی دارم، مردم پشتیبان منه، علنا میاد اعلام میکنه. رادیو بود، میگه ای مردم، سرهنگ نصیری فرمان عزل من آورده و فرمان نخست وزیری تیمسار زاهدی از طرف شاهنشاه صادر شده، ولی من نه شاه را قبول دارم، نه نخست وزیری تیمسار زاهدی، نه قانون اساسی مشروطه پادشاهی رو. من میخوام خودم یا نخست وزیر یا رئیس جمهور باشم، یا اینکه چون از خاندان قاجارم میخوام سر کار باشم. چرا این کارو نکرد؟ چون میدونست پایگاه مردمی نداره. مردم موقعی که فهمیدند از طریق رادیوهای بیگانه یا از جاهای دیگه، ریختن تو خیابونها، اقدام کردند به برداشتن حکومت کودتا، حکومت غیرقانونی مصدق السلطنه و روی کار آوردن حکومت قانونی یا دولت قانونی تیمسار زاهدی. آنچه که در 25 مرداد ماه اتفاق افتاد کودتا بود، آنچه که در 28 مرداد ماه اتفاق افتاد ضد کودتا یا رستاخیز یا قیام ملی بود. حالا عده‌ای مزدور همصدا با بیگانگان میان جاها رو عوض میکنن. 28 مرداد ما رو اسمش میذارن کودتا، توهین میکنن به شما مردم ایران، میگن شما مزدور بودید، 70,000 دلار از آمریکا پول گرفتید، اومدید تو خیابون حکومت رو عوض کردید. یعنی حکومت مصدق چنان پوشالی بود که با 70,000 دلار از میان رفت و شما مردم ایران مزدور بودید، پول گرفتید، میهنتون رو دوست نداشتید، مزدور بیگانه بودید. از این توهین بیشتر هست؟ حالا من میخوام ببینم این مزدورایی که اومدن توی خیابون کیا بودن. الان برای شما اینا رو معرفی میکنم. گفتم مردم خبر نداشتن، چون مصدق السلطنه بهشون خبر نداده بود، با وجودی که رادیو در دستش بود. اگر خبر داده بود مردم همون روز 25 اومده بودن تو خیابون. منتها مردم دیدن دارن مجسمه های شاه رو پایین میکشن، شاهنشاه پهلوی رو. خب یعنی چه؟ نخست وزیری رو که اینها به خاطر اینکه نخست وزیر اون پادشاه قبولش دارن، چرا اجازه داده دارن مجسمه ها رو پایین میکشن؟ توده‌ای ها ریخته بودن تو خیابون، بازاریا دیدن ای وای، توده‌ای ها اومدن میخوان الان سیستم کمونیستی به وجود بیارن. خب اونم سرمایه دارن، پس بازاریا هم جز مخالفین بودن. روحانیون دیدن که الان توده‌ای ها میان روی کار، قدرت رو از دست اینا میگیرن. این رو هم بگم، این واژه روحانی درست نیست، ما میگیم روحانی، چون اینا خودشون رو کسانی میدونن که روح رو پرورش میدن، هرچند که اونها هم حرفاشون برعکسه. کسانی هستن که روح و روان رو خراب میکنن، ولی اینا روحانی هستن. روحانیون هم دیدند که با اومدن توده‌ای ها کشور دست شوروی میفته و اینا کاروبارشون کساد میشه، پس روحانیون هم جز اینا بودن. نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا که مجلس رو اونگونه تعطیل کرده بود، اینا هم جز مردم انقلابی بودن. اینا جز همونان که بهشون گفته اراذل اوباش و شما میگید اراذل اوباش، اینا جز چاقوکشا بودن. نمایندگان مجلس شورای ملی، نمایندگان دوره 17 مجلسی که مصدق السلطنه میگفت بهترین مجلسه، میگفت از دوره 4 به بعد تا کنون اینجور مجلسی نداشتیم. اولی که افتتاحش کرد، بعد که دید زیر فرمانش نیست، به دلخواهش عمل نمیکنه، تعطیلش کرد. این رو هم به شما بگم بینندگان گرامی، در کشورهایی که دموکراسی هست، دولت مجری فرمانها و قوانینی است که پارلمان یعنی مجلس میذاره. نباید مجلس تحت فرمان دولت باشه، دولت باید تحت فرمان مجلس باشه. چرا؟ چون نمایندگان مجلس نمایندگان شما مردم هستند. شما مردم هستید که اونها رو انتخاب کردید در مجلس. برای همینه که یک نماینده میتونه یک وزیر رو یا حتی نخست وزیر رو استیضاح کنه، مورد بازخواست قرار بده.
حالا اگر یک نخست وزیری بیاد بگه که مجلس باید هر چی که من میگم همون باشه، شما حساب کنید که آیا این فرد آزادی خواه یا دیکتاتور؟ این مستبده، این زورگوه. شما چطور یک چنین شخصی را فردی ملی میدونید؟ چطور چنین شخصی را آزادی خواه میدونید؟ کدام آزادی؟ کدام آزادی رو در دورانی که دولت آقا رو کار بود شما دیدید؟ به کدام آزادی دست پیدا کردید؟ کدام پیشرفت رو دیدید؟ دیدید که کشور رو به چه روزی انداخت؟ آنچه که درباره نفت بود و صحبت‌هایی که در اون باره میکرد که در برنامه شنبه به این خواهم پرداخت، تمام برای این بود که کشور رو وادار کنه که دوباره بیفته تو چنگال انگلستان، چنان کشور رو به بدبختی بکشه، شرایطی به وجود بیاره که مردم میگن قربون انگلستان، در به در برن دنبال شرکت نفت انگلستان بگردن. کسی که حتی نتونست اقتصاد کشور رو برای لحظاتی، برای مدت کوتاهی، برای چند ماهی نگه داره، اون اسکناس‌های بدون پشتوانه‌ای که میزد، این همین کاری بود که الان جمهوری اسلامی میکنه. برای شما در برنامه‌های آینده تشابه‌هایی که بین جمهوری اسلامی و حکومت مصدق هست رو نشون خواهم داد که شما بدونید پایه‌گذار این حکومت اسلامی امروز مصدق السلطنه بوده. چون به من اطلاع دادن که وقت کمه، من فقط 2 مطلب رو امروز به آگاهی شما میرسونم، بقیه رو در روز شنبه پس از پایان برنامه هم اینجا هستم، تلفن‌های شما رو پاسخ میگم. سخنرانی مصدق رو در تاریخ 4/3/1329 در مجلس شورای ملی برای شما میخونم. امروز میخواستم داستانش رو بگم، فرصت نشد، این رو میخونم. در شنبه براتون باز داستان این که چه اتفاقی افتاده میگم. مصدق در مجلس شورای ملی در روز 4 خرداد ماه 1129: من خوبی و محبتی که ارنست پرون در حقم نموده است هیچ وقت فراموش نمی کنم. این گفته هاشه. ایشان اهل سوئیس و اوقاتی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در آنجا تحصیل می‌فرمودند با دربار مربوط شده است. آقای پرون ناخوش و در مریضخانه نجمیه، چون اسم مادر مصدق نجم السلطنه بود، یه بیمارستان موقوفه‌ای رو درست کرده بودن به نام بیمارستان نجمیه، منظورشونه. بستری و خوب شد. وقتی خواست برود از پسر من تشکر کند، یعنی غلام حسین، دکتر غلام حسین مصدق، پسر مصدق السلطنه که توی اون بیمارستان بود، پسرم گفت اگر شما میخواهید از من تشکر بکنید، این وقایعی که داره تعریف میکنه مربوط به اواخر دوران رضاشاه بزرگ و زمانی که دستگیر و تبعید به بیرجند شده. اگر شما میخواهید از من تشکر بکنید، بروید پدر مرا که در زندان است مرخص کنید. گفت چشم. خدا شاهدت هیچ کس قادر نبود نزد شاه فقید از من شفاعت بکند مگر این شخص که رفت به اعلیحضرت عرض کرد تمام خدمات و زحماتی که در راه شما کشیدم مصالحه می کنم که یک زندانی را خلاص کنید. شاه فرمودند، یعنی شاهنشاه آریامهر که اون موقع ولیعهد بوده، از او بد نشنیدم، میروم و از او وسادت میکنم. رفتند حضور پدر تاجدارشان یعنی رضا شاه بزرگ، از من وسادت فرمودند. شاه امر کرد قدری تأمل بکنید و بالاخره بعد از 20 روز دستور دادند مرا از زندان بیرجند به احمدآباد منتقل و در آنجا تحت مراقبت مأموران شهربانی باشم. این هم یک دروغ دیگه است، چون احمدآباد ببخشید خارج از شهر تهرانه و اونهایی که آگاهی دارند میدونن که شهر رو شهربانی حفاظت میکنه، خارج از شهر رو ژاندارمری. این هم باز یه دروغی گفته. در آنجا تحت مراقبت مأموران شهربانی باشم. موقع تشرف به پیشگاه اعلیحضرت عرض کردم من این خوبی را تا عمر دارم فراموش نمی کنم. نمایندگان گفتن احسنت. و چجوری واقعا فراموش نکرده؟ و تا عمر دارم کمر به خدمت ذات ملوکانه بستم. این سخنرانیش هست در اون تاریخ درباره شاهنشاه آریامهر و دیدید چجوری کمر به خدمتش بسته. مجسمه هایی رو که به فرمانش پایین آورده دیدید. حالا ببینیم شاهنشاه آریامهر در کتاب مأموریت برای وطنم درباره ایشون چی فرمودن. صفحه 109 و 110: در اثر شفاعت مسررانه من بسیاری از زندانیان سیاسی آزادی یافتند. شاید جای افسوس باشد
ولی یکی از این افراد دکتر مصدق بود که بعداً در دوره زمامداری خود چیزی نمانده بود که کشور را به افلاس بکشاند و سلسله ای را که پدرم بنیاد نهاده بود براندازد. با آنکه مصدق بارها گفته بود که من جان وی را از خطر مرگ نجات دادم، همه دیدند که این دین را به چه طریق عجیبی ادا کرد و چگونه از من حق شناسی نمود. پدرم مصدق را به اتهام همکاری با یک دولت خارجی و توطئه بر علیه ایران توقیف کرده بود که در برنامه آینده به شما خواهم گفت که این توطئه دولت خارجی انگلستان بوده و این توطئه چه بود در زمان جنگ جهانی دوم. و اگر به کشور ما حمله شد بدونید که مصدق السلطنه این پایه را گذاشت و باعثشون بود، همان گونه که به شما گفتم باعث به وجود اومدن جمهوری اسلامی هم همون شده. همان گونه ای که به شما دروغ میگن روز 25 مرداد ماه کودتا انجام شده، میگن 28 مرداد ماه، به جای اینکه بگن مصدق السلطنه باعث شد جمهوری اسلامی اومد روی کار، میگن شاهنشاه آریامهر باعث شد که جمهوری اسلامی اومد سر کار. یعنی در همین جا هم دارن باز به شما دروغ میگن. بینندگان گرامی، شماره تلفنی که میبینید در پایین صفحه نوشته شده، با این شماره ها شما میتونید با من صحبت کنید. من در این استودیو هستم، برنامه‌ام زمانش تمام شده ولی در اینجا می نشینم، ساعتها با شما گفتگو خواهم کرد. تمنا میکنم ازتون، خواهش میکنم چنانچه فکر میکنید که برنامه من رو دوست دارید، مایلید این برنامه ادامه داشته باشه، به اون شماره حسابی که قبلا گذاشتن بانک آف امریکا، به اون شماره یاری های خودتون رو واریز کنید، پول بریزید به اون حساب ها تا من بتونم این برنامه ها رو داشته باشم و بتونم گوشه های پنهان تاریخ ایران رو به آگاهی شما برسونم. و خواهش میکنم تلفن هایی رو که میفرمایید کوتاه باشه و تا جایی که ممکنه خلاصه بفرمایید. سپاسگزارم. تا روز شنبه ساعت 12 به وقت غرب آمریکا و 10:30 شب تهران.
زنان را آزادی از تو، ایران زمین را آبادی از تو، شهنشاه در این جهان